بسم الله الرحمن الرحیم. بیاین درس خود آغاز میکنیم. قبل از اینکه درس خود آغاز کنیم آیا کدام سوال دارین؟ خب قسمی معلوم میشه که سوال ندارین، پس میریم به درس خود و برنامه را که قرار است امشب آغاز کنیم برنامه پاورپوینت هست. پس اولین جلسه از پاورپوینت امشب انشالله که آغاز میکنیم. خب شما سکرین کامپیوتر مرا میبینین؟ بسیار خوب. خب وقتی سکرین کامپیوتر مرا میبینین، اول برنامه ورد را از طریق‌های مختلف شما میتونید باز کنید. آسان ترین طریقش وقتی که برنامه‌های آفیس در کامپیوترتان اینستال باشه، شما رایت کلیک میکنین، در قسمت نیو که برین، در اینجا یک دانه فایل از مایکروسافت پاورپوینت را میگیرین و نام برش میتین، هر نام دلخواه، تست یک، انتر را میزنین و دبل انتر فایل براتون باز میشه. همچنان شما میتونین از طریق پروگرام ران این را باز کنین. در اینجا در پروگرام ران نوشته پاور PNT یعنی پاورپوینت پاور PNT انتر را بزنین. اگر در کامپیوترتان قبلا باز باشه یعنی اینستال شده باشه باز میشه. خب وقتی که شما پاورپوینت رو به بار اول باز کنین، یک قسم شکل را می داشته باشه، مثل که برنامه ورد را خواندید. اینجا تمپلیت یا نمونه های باشه و اینجا فایل های از قبلا شما را باز کردید در برنامه پاورپوینت تان. ما بالای بلانک پرزنتیشن کلیک میکنم. در این قسمت میایم. اول برنامه پاورپوینت یک برنامه است که معمولا از این برنامه در سمینارها استفاده میشه. به خاطر ارائه سمینارها از این برنامه معمولا استفاده میشه و این برنامه که هست از خود ویژگی مختلفی داره. حتی یکی از استفاده های از این پاورپوینت است، شما میتونید حتی از طریق پاورپوینت از طریق این برنامه سکرین تان ریکارد کنید. او را هم انشالله که امروز میخونیم. بعضی از کامند هایی که مشابه است با برنامه ورد از اونا تیر میشیم. شما خودتان او را باز پرکتیس کنید. باز اگر نفهمیدین میشه سوال کنید. به طور مثال از قسمت کلیپ بورد مکمل میگذاریم. کاپی پیست کات و فرمت پرینتر. فقط فرمت پرینتر را یک بار براتون میگم، فقط چون در برنامه ورد خوانده بودیم که به خاطر چی استفاده میشه، به خاطر کپی کردن دیزاین استفاده میشه. بعد از این میاد قسمت نیو سلاید. اگر شما میخواین این فعلا یک سلاید است و ببینید اینجا گفته کلیک اد تو تایتل، فقط کلیک کنید به خاطر که شما تایتل را اضافه کنید. من باش میگم که سشن 1 جلسه 1 اینجا نشان میکنم چی به طور مثال پاورپوینت. اگر شما میخواین یک سلاید جدید بگیرین، میتونین بالای از این کلیک کنین، سلاید جدید براتون اتومات میده. براتون سلاید جدید میده. ببینید در قسمت فقط اینجا عنوانش اضافه میکنین، اینجا متنش اضافه میکنین. ولی اگر شما نمیخواین که به اینی فرمت، به اینی لیاوت، ببینید اینجا عنوانش هست، اینجا متنش، این لیاوت میگه. اگر میخواین این لیاوتش تغییر بدین، شما میتونین هم از اینجا تغییرش بدین، انتخاب کنین، هم از اینجا تغییرش بدین. مثلا اینجا ببینید ما کدام لیاوت داریم. تایتل سلاید. این معمولا سلاید اولی معمولا تایتل سلاید میباشه. ببینید این تایتل سلاید است. عنوان عمومی، عنوان فرعیش. و شما میتونین لیاوت از این رو تغییر بدین. ببینید من در قسمت میم لیاوت از این رو تایتل اند کانتنت میگم. تایتل اند کانتنت فعلا است، میگم که سیکشن هیدر. مثلا نوشته میکنم تو کانتنتس، دو محتویات. درباره به طور مثال تکنولوژی صحبت میکنم. اینجا خوبی هایش، اینجا بعضی از نقصانات یا بدی هایی که داره. اینجا به طور مثال
او باز نظر به انتخاب است. هر قسمی که شما میخواین از اینجا میتونید لیاوت برش انتخاب کنید. درست است؟ همچنان از اینجا میتونید لیاوت انتخاب کنید. اگر باز میخواین که لیاوت سفید بگیرید، لیاوت باشه صفحه باشه که هیچ لیاوت نداشته باشه، ببینید سفید هست. در این صورت باز شما میتونید از چی کار بگیرین؟ از تکست باکس کار بگیرین. برین در قسمت اینسرت، بالای تکست باکس کلیک کنین و از این قسمت شروع تا این قسمت فقط کلیک کنین. اینجا هر متن نوشته کنین کار میده. یعنی اگر لیاوت نگیرین تکست باکس هم کار میده. خب بعدیش میرین در قسمت ریست. ببینین اگر شما یک سلاید در دیزاین داده باشین، ما تا دیزاینش نخوندیم، ما خیر یک دیزاین میتونم برش. میرین در قسمت دیزاین و سلاید را یک دیزاین میتونم در این قسمت و در مثال این قسم. اگر شما میخواین که ای را پس ریست کنین، یعنی دیزاینش مکمل دور کنین، پس مکمل به حالت عادی خود برگرده، میتونین از استفاده کنین. نکنه دیگه هم دیزاین برش میتونم. در مثال رنگ اینا را تغییر میتونم و اینا را بولد و ایتالیک هم میسازم و در قسمت کویک استایلز میرم. با طور مثال ببینم که چی را دیزاین میتونم اینجا اپلای کنم. خب فکر کنین نمیشد. وقتی که میخوایم این رو دوباره دور کنم، ببینید بالای ریست کلیک میکنم، پس به حالت اولی خود برمیگردم. پس ریست چی میکنه؟ وظیفه‌ش است که سلاید را به حالت قبلیش برگرده. دیگه سیکشن است. سیکشن به معنای بخش. ببینید شما درباره یک موضوع صحبت کردین، شما میتونید که با استفاده از کلید انتر هم این سلاید بگیرین. فقط اینجا کلیک کنین، انتر را بزنید. انتر را بزنید براتون این سلاید میده. فکر کنین که 12 دانه سلاید شد. 12 دانه سلاید شد، ولی شما میخواین که بعد از این یک موضوع دیگه صحبت کنین. اینو میتونید یک سیکشن اجرا بدید. فقط اینجا کلیک کنید، سیکشن باش بگوین اد سیکشن. میخوایم یک سیکشن اضافه کنیم. ببینید او یک موضوع مختلف بود، این موضوعش مختلف است، صحیح؟ و این موضوعش مختلف. اینجا شما میتونید حتی به سیکشن ها نام بدین. میایید در قسمت سیکشن باش بگوین نیم. مثلا نوشته کنید اینجا میخوایم که در مورد کابل صحبت کنم. این در مورد کابل است. بعد از این میایم یک سیکشن دیگه جور میکنم، اد سیکشن، و این را باز برش میگم که نیم. مثلا این باشه در مورد نظر. پس این از طریق میتونید سیکشن اضافه کنید. خب ببینیم که در این رنگ کار میده، یعنی باید خوب کار بدم. کار میده، اما فقط متنش فرق میکنه. خب ببینید در قسمت فونت هیچ چیز جدیدی نیست. در قسمت فونت فقط اینجا نوعیتش تغییر میخوره، سایزش بزرگ و کلان میشه. اینجا کلیر فارمتینگ میشه. کلیر فارمتینگ مثل ریست وار کار میده. دیزاینی که دادیم برش پاس پاک میکنه. درست است؟ دیگه بولد است، ایتالیک است، چی است؟ اندرلاین است، شادو است، استریک ترو هست. و بعدیش در قسمت کاراکتر سپیسینگ است، فاصله بین کلمات. ببینید very tight، بسیار کم است، tight. از طریق از این میتونید فاصله بین کلمات کم و زیاد کنید. و اینا هم خوانده بودیم، سنتنس کیس، لوور کیس، اپر کیس، کپیتال، توگل، اینا هم خوانده بودیم. و همچنان رنگ یا رنگ متن است، از این هم میگذاریم. در قسمت پاراگراف اصلا صدایتان قطع میشه. با کلاگی همی رقم است؟ بله صدایتان قطع میشه. خب
اینترنت فکر کنم مشکل داره. اینجا ببینید، اینجا گفته برام اینترنت من انستیبل است. استاد از ما خوب است. خوب است. خب خیر، من یک کار میکنم در موردش، یکم اینترنت سرعتش زیاد شد. خب ببینید تقریبا تا این قسمت هم چیز جدیدی من نمیبینم. ببینید قسمت بولتس هست، اینی هر دویش از این طریق بولتس میگیرن و در اینجا که هست شما میتونین اندنتیشن اضافه کنین. ببینید اندنتیشن از فاصله است، کم و زیادش کنین. پس درست است، این بخش اندنتیشن است و متن از طرف چپ باشه، از طرف راست باشه، از طرف یا دوسط باشه و این بخش جستیفایش است، متن تا کدام قسمت را بیایه. این هم از طرف راست و از طرف چپ است. متن در یک نشان میکنین، از طرف راست ایره میگیرین، از طرف چپ باز ایره میگیرین و این فاصله بین خطوط است، مثلا یا پاراگراف ها انتخابش میکنین. ببینید فاصله بین از این هست و این هم اینی فقط یک چیز جدید است، یک جدید نیست. خب مثل در برنامه ورد هم کالمز داشتیم، اینجا هم شما میتونین کالمز جور کنین. 2 کالمز به طور مثال 3 کالمز، 3 دانه کالم است یا بیشتر، هر قدر که میخواین. دیگه ما اونجا تکست دایرکشن هم خوانده بودیم، اگر فکرتان بود. متن را چی میکرد؟ روتیت میکرد، تغییرش میداد، جهتش تغییر میداد. دیگه الاین تکست است، موقعیت متن هست. ببینید اینجا من اینوان یک چیز نشته میکنم، به طور مثال نشته میکنم good morning says get چی morning نیست. ببینید این good morning یا متن که است در قسمت بالای از این لیاوت وجود دارنی. اگر من بخوام اینا رو تغییر بدم، ببینید میتونم اینو دوسط بیارم، دوسط و یا هم پایینش بیارم. از قسمت تکست الاینمنت رو تغییر بدم. دیگه convert to smart art است. ببینید اگر شما اگر کلمه داشته باشین یا خود جمله است، مثلا من میرم در قسمت یک دانه برازی چی بگیرم، اینجا چند کلمه داشته باشم، better best good. ببینید اگر میخوایم اینی چند کلمات اینا رو به شکل ساده استفاده نکنم، به آرت تبدیلش کنم، میشه از این کلمات از این شکل ها استفاده کنم. ببینید convert to art میتونم از به آرت تبدیلش کنم. درست است؟ یعنی میتونم از این قسمت به آرت تبدیلش کنم. خب این هم شد. دیگه قسمت شیپس است. قسمت شیپس را هم خواندیم. قسمت شیپس را صدای مرا دارین؟ خب درست، من اسکرین خود دوباره شیر میکنم. خب میریم ادامه میدیم. پس این قسمت را فهمیدین. میریم در قسمت، ببینید در قسمت دراینگ
در قسمت دراینگ ما شیپس داشتیم، پس شما شیپس را هم خواندین، میتونین از شکل‌های مختلف استفاده کنین و وقتی که شکل را استفاده کردین میتونین او شکل را چی کنین؟ اشکال را bring to front به پیش روی بیارینش یا پیش سر ببرینش، درست است؟ یا یکی پیش روی بیارینش یا یک پیش سر ببرینش. گروپ اگر یادتان باشه دو تصویر رو با هم وصل میکردیم، یکیش که انتقال میدادیم دیگهش هم انتقال پیدا میکرد، درست است؟ و ان گروپ دوباره گروپش از بین میبرد و ری گروپ دوباره اونا را گروپ میکرد. الاین موقعیتش نشان میداد در کدام جای باشه. به طور مثال من یک ببینید در قسمت الاین موقعیتش میتونید که انتخاب کنید در کدام قسمت باشه. مثلا ببینیم در قسمت شکل، ببینید شما میتونید که طرف چپ، طرف وسط، طرف راست، در بالا، در وسط، پایین یا به طور مثال به شکل افقی و عمودی را، یعنی به شکل‌های یا جاهای مختلف قرارش بدین و اگر میخواین که را روتیت بدین که دور بخوره، درست است؟ این خود درست معلوم نمیشه. مثلا اینی تیر را رسم میکنم، اگر میخواین که به طور مثال این روتیت شود میتونین از اینا استفاده کنین، درست است؟ این روتیت یا دورانش میتونه. و اگر میخواین که رنگ های داخلیشان تغییر بدین میایین در قسمت کویک استایل. در قسمت کویک استایل میتونین که رنگ های استایل های مختلف را سرش اپلای کنین، درست است؟ هر ایکشی که میخواین و ای هم رنگ داخلیش براتون تغییر میتونه. اگر نو فیل میگین باز رنگ داخلیش براتون سفید میکنه، رنگ داخلیش سفید میشه. و شیپ اوتلاین رنگ خارجیش است، ببینید فعلا از این رنگ هست. وقتی که من بخوایم این را میتونم از طریق از این تغییر بدم. یک باری کلیک میکنین بالاش، اوکی، فقط بالاش کلیک میکنیم میرین در قسمت شیپ اوتلاین و رنگش تغییر میکنین، رنگش تغییر کنین و میتونین که افکت های مختلف را سرش اپلای کنین. مثلا این خود چیزی نداره که جلا کنه، میرین در قسمت اینجا به طور مثال یه سایه برش میتونم یا نکاس، ببینید اینجا و نکاسش جلا به طور مثال. خب تقریبا این را خواندیم دیگه. فایند است شارتکتش کنترل اف است. اگر کدام کلمه کدام سلاید از پیشتان گم بود میشه کنترل اف رو بزنید پیداش کنین و ریپلیس هم اگر میخواین او را جایگزین کنین. این بسیار پرکاربرد است. و دیگه بخش سلکت است. اگر میخواین که سلایدهایتان رو تمامش انتخاب کنین با استفاده از کنترل ای هم میتونین انتخابش کنین و میتونین از طریق سلکت آل چینج انتخاب کنین. خلاص اگر میخواین تمام آبجکت ها یا شکل هایی که در اونجا استفاده شده او را انتخاب کنین از طریق سلکت آبجکتس کلیک میکنین و این خودش سلکشن پین هست. این را میشناسین که شکل ها را میتونین از طریق هاید و ان هاید کنین. اگر شکل استفاده کرده باشین البته. اینجا ببینید اینجا تقریبا 4 دانه شکل ها استفاده است. خب در قسمت insert میایم. در قسمت insert اگر شما میخواین یک سلاید جدید ایجاد کنین میاین در قسمت نیو سلاید، جا کلیک میکنین نیو سلاید جور میشه. ببینید سلاید جدید جور میشه. قسمت تیبل در برنامه ورد خواندیم. تیبل هم قسم کار میتن، هیچ تفاوتش نیست. بخش پیکچر همچنان شما میتونین در این عکس هم وارد کنین. اگر میخواین عکس از اینترنت بگیرین میشه از اینجا استفاده کنین و همچنان میتونین اگر یک اسکرین شات میگیرین، درست است، میتونین از اینجا استفاده کنین. اگر به طور مثال یک اسکرین شات قبلا گرفتیم اینجا آمد تر و اگر این رو نمیخوایم به طور مثال میخوایم اسکرین شات بگیرم خودم، میایم در قسمت اسکرین شات و برش میگم که اسکرین کلیپینگ، درست است. این میتونم از هر قسمت که بخوایمش اینجا به طور مثال برنامه پاورپوینت اسکرین شات. دیگه بعد از این بخش شیپس است.
شیپس را کار کردیم، بخش آرت است اینا را کار کردیم، یکیش خواندیم. بخش چارت است، گراف است، درست است. دیگه در بخش اینجا بخش کامنت است، تکست باکس است، هیدر و فوتر است. هیدر و فوتر را همچنان خواندیم که هیدر در قسمت بالایی یک چیز نوشته میکنین و فوتر در قسمت پایینیش تکست باکس را براتون گفتیم. ورد آرت بخش دیزاینش است، بخش دیزاین معمولا عناوین است. اگر شما میخواین که از تایم و دیت استفاده کنید، به طور مثال تایم و دیت را در اسلایدتان اضافه کنین، از طریق میتونین بالای تایم و دیت کلیک میکنین، دیت و تایم، فقط در این قسمت دیت و تایم را چک میکنین، درست است. این چی کار میده؟ ببینین اگر شما امروز یک اسلاید جور میکنین اما میخواین که 5 روز بعد به طور مثال رای میکنین، اگر میخواین که 5 روز بعد باز تاریخ امو 5 روز بعد را بگیره، باز این را چک کنین و اپدیت اتوماتیکلی را چک کنین. یعنی اگر 10 روز بعد مثلا رای میکنم، یعنی تاریخ امو تاریخ باشه، نه که این تاریخ فعلی داشت باشه. ولی اگر میخواین که نه امی تاریخی که ما جور کردیم امی تاریخ داشت باشه، میتونین این رو باز چک کنین و سلاید نمبر هم داشته باشه. ببینید ما تا سلاید نمبر نداریم، ما روش میگم نه سلاید نمبر هم باید داشته باشه. خب در قسمت فوتر هم یک چیز باید نوشته کنم، مثلا نوشته میکنم که first session. خب و اگر برای یک سلاید میخوایم اپلایش کنم، اپلای برش میگم. اگر بخوایم که برای تمام سلاید ها اپلای کنم، اپلای تو حالا برش کلیک میکنم. ببینید در قسمت اینجا در قسمت فوتر فرست سشن هم آمده و تاریخ هم آمده و تاریخ دیگه تغییر نمیکنه و همچنان سلاید نمبر داره. ببینید سلاید 14 هم است. اگر شما میخواین که سلاید به شکل سلاید شو انتقال بدین، نمیفهم در جلسه براتون معلوم خواهد شد، فقط در این قسمت کلیک کنید، بالای سلاید شو کلیک کنید، درست است. تا این کمتر ما گرافیکش هم اینستال نیست، پس این را میبینید دیگه. اینجا سلاید نمبرش است، تاریخ و اینجا هم چی است؟ فوترش. این بود سلاید شماره اول است. خب همچنان کامنت است، کامنت هم میفهمید، نظریات است و دیگه اسلاید نمبر براتون گفتم. دیگه آبجکت است، اگر شما میخواین که به طور مثال یک چیز یک فایل دیگه میخواین که اینجا رسم کنین یا از این استفاده کنین، یک فایل دیگر اینجا استفاده کنین و به طور مثال یک فایل اکسل به طور مثال میخوایم، شما میتونین جورش کنین، در اینجا ازش کار بگیرین. از این قسمت هم میتونین استفادهش کنین. مثلا در برنامه ورد میتونستم از اکسل استفاده کنم، آیا در برنامه پاورپوینت هم میتونم از برنامه چی استفاده کنم؟ اکسل استفاده کنم. دیگه در قسمت اینجا ایکویشنز است، قسمت محاسبات ریاضی است. اگر میخواین که معادلات ریاضی تایپ کنین، از این قسمت استفاده کنین. اگر میخواین سمبول های مختلف استفاده میکنین. بله برای چند لحظه دیسپلی نبود. فعلا اسکرین دارین؟ فعلا هست. بله. ببینید اگر میخواین از سمبول های مختلف استفاده کنین، از این قسمت میتونین استفاده کنین. مثلا اینجا کرنسی سمبولز است، سمبول هایی که گریک است، یونانی است، سمبول های مختلف اینجا وجود دارن. میتونین از پیش استفاده کنین. جیومتریک شیپس است، سمبول های که معمولا هندسی است. اگر میخواین در سلایدتان ویدیو اضافه کنین، از این قسمت اضافه میکنین، بالای ویدیو کلیک میکنین. اگر از طریق اینترنت میگیرین اینجا، ولی اگر در کامپیوترتان است ویدیو آن مای پی سی را کلیک میکنین و اگر در این قسمت ویدیو داشته باشین انتخابش میکنین، اینسرت برش بکنین، دیگه ویدیو در این قسمت براتون چی میشه؟ میاد. ولی اگر میخواین آدیو اضافه کنین، میتونین آدیو هم اضافه کنین. میان در این قسمت اینجا کلیک میکنین، آدیو رو انتخاب میکنین، اینسرت برش میگین، آدیو میاد. در هر قسمت که باشه پیداش میکنین، انتخاب میکنین.
ولی اگر میخواین که خودتان ریکارد کنین همیاله اینجا کلیک کنین، فقط ریکارد اوکی رو بزنین دیگه ریکارد میشه. درسته؟ اینجا بس نام میدین و این قسمت اسکرین ریکاردینگ است. شما میتونین از طریق برنامه پاورپوینت میتونین اسکرینتان ریکارد کنین. اینو کلیک کنین، درست است، و در این قسمت اسکرین رو برش انتخاب کنین که کدام قسمت براتون ریکارد کنه. نه تنها چی ریکارد میکنه، به طور مثال اسکرین برنامه ورد را، ولی تمام این برنامه را که شما میخواین حتی اسکرین کامپیوترتان هم براتون چی میکنه، ریکارد میکنه. هر کاری که شما میکنین رو براتون ریکارد میکنه. خب من میرم امی اسکرین ریکاردش رو باز بند میکنم دیگه. در قسمت میایم. خب این هم اسکرین ریکاردش تمام شد. شما اگر میخواین بازی را سیو کنین، رایت کلیک بالاش میکنین و برش میگین سیو از میدیا. من حیث میدیایی را سیو میکنم. اینه کلیک کنین و با اینجا یک نام برش بدین. یعنی به طور مثال در یک فولدر دلخواهتان ثبتش کنین دسکتاپ. حالا برین در دسکتاپ همون ویدیو ذخیره شده برای میدیا. خب این بود درس امشبتان. اگر سوال دارین سوال تا نمیشه بپرسین، اگر سوال ندارین باز انشالله که فردا شب ادامه میدیم و باز بخیر. دیزاین و ترانزیشن انیمیشن فقط این 6 تب هست. تقریبا 3-4 جلسه دیگه اینا رو تمام میکنیم و باز برنامه ورد پاورپوینت تان تمام میشه، باز میریم به برنامه اکسل. خب مهربانی سوالاتتون رو بپرسین.